وانکو واجهان سلام و درود مرچی ما پدا گپ پتران ویژه برنامه اعتراضات بلوچستان چهاریان تیوی شما خدمت هستیم. مرچی اعتراضات بلوچستان پدا بونگج بیتگان زاهدان شهر همشهری مردم بعد چه نماز جمعه بر خیابان آد کیگان و ضد حکومت جمهوری اسلامی شعار دیگاند. در امی رابطه ما را دو عزیز مهمان همراه واجه ملک ذهن دینی چه آلمان و واجه محمد کد خدایی چه دانمارک گوما همراه واجه واشاد که برنامه سنگت ملک ما چه شما شروع کنید اعتراضات بلوچستان شروع بیتگم حتما شما وقت هم موضوع دنبال کنید گاید برال چون که ما شما گندگاین بلوچستان اعتراضات هم یک جورایی یک نظمی دوتا جمعه به جمعه یه اعتراضات بیگاند اشین که آدیگه شهران یه مدل نه یه سازماندهی آدیگه شهران تو که شاید مثلا انچه وعده است که هر روز پشت سر هم اعتراض ببید یا چند روز مبید برال یه اعتراضات بلوچستان چیچو تاثیر یه کنن که پدا ایران آدیگه شهران بیارن خیابان تو که سلام و درود شما در و آریان تیوی کارندگان و انچو چاروکانی هستن ایشی که ما گندگان که هر هفته مردم خیابان ها کهایگان تو مردم موتی زرشانی و پیشدار زرشانی کنگان ایشی یک رواندی اینی منظمی سازماندهی شده اینی مثلا شین که یک گلی شکل کنید ایشی پیشداری که یه زرشانیانی که هستن یه اعتراضانی که هستن که بلوچستان تو بیاگاهند شان این شکل سازمان یافته گرفته و یک شکل دموکراتیکی و مسالمت آمیز دیماره وگان شی یک وقت یک کلایی پیغامی پا آدگی ملتان رسینی تین که به یه شکل که ماشماوتی زرشانیان دیما ببرنا و شی ماشما گنده گویان که 3 ماه یعنی شروع بیته هر هفته انچو کتوبشت که شک مردم کاینده را مردم و تی زرشانی پیش داره و به شکل مسالمت آمیز و تی گپا دیما ببرند و جمهوری اسلامی هم سعی کنه که این مدت توکا اشیا اینی راه عوض بکنه این دیگه نیمگی بارته اما کل گجرش هم فارسی شام منعرف بکنه بله که بلوچ نلوچ اگه بلوچ مردم چند توانگه ایچ درستگی که زور و جبرانی که بیتگن زورمانی که بیتگن و یه جمهوری اسلامی که قتل ها میکنه بله بلوچ تحمل کنگه بلوچ شکل مسالمت آمیز دیما برگه اینا و یه سکی شر پیغامی پاهادگی ملت زندگ بات واجه ملک واجه محمد شما مواسطه بگوشه در رابطه با اعتراضات بلوچستان یه اعتراضات هم برالن چون که سنگت ملک توضیح داد بلوچ هم به شکل یک حزب یا یک گلی خیابان تو که منظم آیگان ابتک به ابتک ساعت و تاریخ و پاکن چیزش هم مشخصند اشی که بلوچانی یه انسجام هم باعث بیده که حکومت سرکوب دیما هم بوشتند و برال سرکوب جلوگیری بکنن نسبت به سرکوبی که روچای اول بید جمعه های خونینی که اول روچان بید شما یه سازماندهی چطور گندگاه آیا یه سازماندهی بلوچ هم پاوتی حقوق رسک واسطه هم توانی یاری بکند یا نه یه سازماندهی یه چیز موقتیه که فقط برای سرنگونی حکومت برای بلوچ هم بغیر از سرنگونی حکومت وقتی که اما حق و حقوق وقتی حاکمیت هم لازمه یه سازماندهی که انی بلوچ جامعه وقت برای وقت سازماندهی کوتاه یه توانی ما را به حاکمیت رسگاه هم کمک بکن با درود و سلام به شما و هنچوش شارقه بشه جامعه بلوچستان کلان چون با توجه به بابتی که هستنی خود به خود به یک نمونه به یک شکل سازمان یافته از جمله به شکلهایی که شکل طایفه‌ای قبیله‌ای فامیلی که هسته از آنجایی که احزاب حضورش نیستن در همچه جامعه بعد یه معمولا قبایلان یا شکل‌های طایفه‌ای نقش احزاب و سازمانان بازی کردن و جامعه را سازمان یافته کنند و همچنین شما گندگان که در 2 نقطه ایران یکی بلوچستان و دیگر کردستان مردمان تظاهرات چند ده هزار نفری کته و دلیلی که توانند مردمان تظاهرات به شکلی انجام بدن با تعداد جمعیت یکی که به خاطری که
شکل سازمان یافتگیه که طبیعتا در یه جامعه هسته. البته در کردستان احزاب کرد فعال و در شکل سیاسی هسته. در بلوچستان با توجه به شکل جامعه بافت جامعه که ما را هسته، مردمان توانند راحت به همدیگر اعتماد بکنند. حلقه هایی که لازمه و تظاهرات به وجود بیا در بلوچستان شرایط راحت ترین، که اعتماد مردمان راحت توانند به همدیگر اعتماد بکنند و طبق گزارشی که در نهایت به چه شکلی مردمان تظاهراتانی که انجام بداده چی پیش داری که در بلوچستان هر یک نفری توان تا 30 نفر چه بکنند، یعنی ارتباط بگیر یا حلقه و تا تشکیل بده. ولی در تهران هر نفری ممکن تا 4 نفر توان حلقه و تا تشکیل بده. بنابراین شکل تجمعات در بلوچستان به شکل که اعتماد در جامعه هستن، ارتباطی که مردم با یکدیگر هستن، توانند تظاهرات های چند ده هزار نفری انجام بدن و همچنین در کردستان. ولی در بقیه جاهای ایران فعلا همچنین تظاهرات های مزنین شکل نگرفته و امیدوارم که در بقیه جاهای ایران هم شهرهای مزنین، شهران ایران، تهران، اصفهان و مشهد و شیرازی است، بخصوص شهرانی که فارس نشینند، بودن که وقتی تظاهراتان به شکل چند ده هزار نفری یا میلیونی انجام بدن که تا یه سیستم، یه نظام بپروشید. چون اگر ما فقط به تظاهرات بلوچستان کردستان اکتفا بکنیم و هم مردم فقط تظاهرات بکنن و در جای دیگر خلقهای کوچیکی ببینند و نتوانند تظاهرات های چند ده هزار نفری انجام بدن، یه کار به ضرر مردم بلوچ هم تمام ببینیم، پچه که گدام ما توانیم راحت سرکوب ببینیم. چون اگر آدگر ملتان همگام همراه ما مبیند چی یک مشکلی پا ما وجود بیاره و هزینه که قرار ما پرداخت بکنه سک بالا رو تا ایده ما گندگیم که بلوچانی که هزینه پرداخت بوده سک بالا، این کرده هم هزینه سک بالا پرداخت بوده، ولی باز هم مردم و تی تظاهراتان ها برای علیه نظام، برای سیستم انجام دهند و این چون مردم هم کشک بوده است بلوچ هشبرند چه وقتی همون نگوزید چی هم باید بزانند که یه نظام، یه سیستم بزاند که بلوچ چه وقتی همون نگوزید هر نکن چین سال رند بوتان هم پده هموتی همون نبخشی تو حتما جفت پرسی کنده چه مثلا. ولی علت تجمعات گشتر یا که مسئله تجمع مردم در مساجد و دیگر خلقه هایی که مردمان هستن در جامعه بلوچستان با توجه به بابتی که جامعه هستن. زندگ باته واجه کد خدایی عزیز. سنگت ملک واجه محمد بازی موضوعی اشاره که بله دو موضوع مهم میشه که یک کشه که بلوچستان وقتی اما اجتماعی وقتی سازماندهی است، به هر حال ما بافت اجتماعی وقتی یک سازماندهی. بعد دو موضوع مهم میشه که بلوچ به هر حال یه اتفاقاتی که کپتگان یه سالان تو که مخصوصا هم کشتارهایی که هنو بیتگان اشان سر نگوزید و دیگه موضوع ایشه که ما را گون دیگه ملت همراه به اگلوتی مخصوصا ملت کرد که آن سازماندهی قوی است که نزدیکی یک قرن و سازماندهی کتک ما را یه ملیت همراه به اگلوتی، بله انگی خیزش و یه انقلاب تو که ملتان همراهی اصلا مشخص است یک ملیت گیش هر بعد یا یک قرن اخیر تو که یه بری گونوات همراه تا شما ما یه ملیتان همراهی چطور گندگاه؟ آیا یه ملیتان همراهی انگه باید گیشتر ببید یا نه یا ما به مرحله رستگی نیما همراهی و اینکه 100% به یه نتیجه رستگی که سرنگونی حکومت یه بری حداقل ملیتان دست بید؟ سلامت. من چون تو باش 100% باید گیشتری ببینید که گیشتری و هرچی که گیشتری ببینید به نفع تمام مردم ایران تو تمام ملتانی که هستن و شن که ایشی نزدیک بیگا و ایران سک سعی کده جمهوری اسلامی ها این رژیم ها که مردم ها یک دابی چواتا جدا بکنده و یه همبستگی یا یک هنی نزدیکی که بین ملتان بیتا
و مردم ایران همیشه آیا مارکای تجزیه تلویزیون تا نزانم که وابی جتگی هر دابین که یعنی آی ترفندی هر دابین که آیا مکرو ایلا اونر و مندری بیتا یه گو رپ آیا وتی کارمرز کتگم بله جمهوری اسلامی پر جای مروچگی روچا برای یه 43 سال آیا حکومت کتا بله یه 43 سال ران مردم شهر سرپل بیتگن و پاکین راجان سرپل بیتگن که ایشی که این رپ کنری مندری که جمهوری اسلامی کارمرز کنگین ایشی ما را این راجان یکتیگر را جدا کنگین این راجان جدایین و راج که وعده که جدا بانتین و نزورتر بیاگان و نزورتری ایشین که همیشه گوڑا آمولک حکومت ها ملک سرمستری و دستا گیرتی نه ایشی سرمستری و دستا گیرگا مردم پدا یه نتیجه رستگند مردم یه سرپدی رستگند که رژیم و البته رژیم اگر این 43 سال همی کار کتا که ما را یکتیگر جدای کتا و ما چطور یکتیگر رو ور ببین این چطور یه نزدیکی های همبستگی ما بیاره نزدیکتر کنه افسی بکنه که وقتی چیزی که ما را هدفی که هستین که رژیم سرنگون که چطور برسین و مردم تقریبا نزدیکی ها یعنی چی رستگن یعنی متفق القوله و درستانی هم فکر نزدیکن که رژیم ها اگه ما را یک گپی هستن یا جیره هستن آیا گوڑ رنده یک کمکین جیره گوڑ رنده آیا علی کنین بلیشه که مروچگی ما گندگان یه همبستگی تا یعنی یک جاگایی که رسته شکل انقلابی ویتی درگیت که و یه دروشمات که رسته و یه دروشما اگر دیگه ما براتیم و رژیم 100% سرنگون بی و تو پدانچو اشاره کد که مثلا بلوچستانه که بلوچستانه هم بس که مروچی مردم در آگاهی بلوچستانه که یه گلانی که در کان سک موت چند تو یا یعنی پت ایشی پت بیاگه وجهش این که بلوچستان بری لحظی چیزان سک شهره که مثلا گپ کنیم موشن جامعه سنتی یا کشن که جامعه سنتی هم شهرین چیز هستن که مردم معمولا انسان انچین چیزی که همیشه وعد که گوزیته گشته چیزاش هموشن بل لحظی شهرین چیز همیشه انسان زیرک لوٹانته نه که و بلوچستان یکی ایشی بیتا که مسئله طایفه‌ای بیتا و یک دیگر گپ گوش کنه بیتا این چیزا و پدا اگر تو بلوچستان اگر تو برای بچاره این شکل سیاسی هنگه بیتا چه کدیم ها بله این به شکل یه مدرنی نبیتا بله این بیتا همیشه که این بلوچستان مثلا مرکز اگر جیری بیتا که مردم رو موچ بیتا این شیوات یک اینی اما دروشون سیاسی پیش داریتی و مردم ایگا بعد که ما اگه بچار کردستان هم هنچه که شما گوشت که 100 سال تو که یک منظمی شکلی گفته شکل سیاسی و همیشه بودن سازمانی یافته کار بتگن مردمان پانتا مثلا چطور وطی مسائلان دیگه ما برند و مروچی هم ما دیگه پدا به یه نتیجه رسیم که درستین گپانی که بیتن شکل انقلابی یعنی آیوتی درگیت کرد این دروشون انقلابی شین که روگی ایشی نوشتیتی ایشی که انی جمهوری اسلامی پیسره یک اعتراضی بیتا مردم گلانیت تگن که شما تجزیه طلبه و نظانهای شه و آیگی ملت و ملت ها این جیری پرمایتا و جنگ پرمایتا و آگوهای یا ناراض کتا و آگوهای مطلقی باشتگن انچه درست هم مردم این مراحل هم گوستگن مردم دیگه دیم پا انقلاب روگان تو و انقلابی که هنچو بگوشون که پیسرگین که مثلا مردمانی که چی هستن زمانی که رژیم اما ایگیلی که گپن یه دوران دیالکتیک این باید طی بکنن مردم یه تیزی کهیتین یک آنتی تیزی کهیتین یه سنتیزی کهیتین مروچی مردم سنتیز رستگن که مردم این درستگی مراحل گوازی هستند که مردم بیایند و تا دوین راه اینی کولچین یا چکاسه تو پارکت تو چهار تنتنی بیاین که وقتی شهرین راه اما دموکراتیکی شکلا در بگیجن تو وقتی حکومتداری و ملکداری دیما ببرن. سلام. زندگ بات واجه ذهن دینی دقیقاً انچوشن که شما برای به تاریخ هم اشاره کردشه که بلوچ در مقابل دشمن خارجی یا برای کسایی که خارج از بلوچستان به بلوچستان مثلا هجوم کتگ حمله کتگ یا بلوچ
منافع یا بلوچ حقوق که پایمال کتک بلوچ برال مچ بیتگم از هم دیگه چه دفاع کتک و درستان دخالت کتک هم دیگه سرنوشته یه واسطه که زانته آی سرنوشته اگر به حقوق پایمال ببید بعد منی نوبت کرد. واجه محمد من از آن شما این تصاویری که همزمان گفت سنگت ملک عبران پخش بیگاتن شما دسترسی هست یا نه، چون که برال شما بعد پیسر چه برنامه یک واسه با ما تصویرم گندگانی شما برال مسیر تو که ماشین تو که چون ما مصاحبه کنید زاهدان هم شهنی مردمان پرچم دستن ایران پرچم چیزی که شما بعد تاو گو سنگت ملک زندین یا باز زحمت کشته اپوزیسیون تو که کنگره ملیت های ایران فدرال تو که و شما همیشه هم مثلا در رابطه با سراسر ایران ملیت های مختلف اگر در رابطه با پرچم عبر بیته شما پرچم یا نشان جریان های مرکزگرای حزبی قبول نبید که همیشه هنی زاهدان مردم پرچم دستین که آی سر سجین راج و ملتان نام کرد و بلوچ و ترک عرب ترکمن لور پاکان نام آی سر نوشته فارسی حتی یه چیزا شما چطور گندگاه شما وقت برال من نظر گیشت 20 سال که حداقل گیشت 20 سال یه رابطه تو که فعالیت کن البته شما فعالیت سیاسی به قبل از 20 سال برگردم بله در رابطه با اتحاد اپوزیسیون شما وقت گیشت 20 سال گون بیت که گون حزب مردم بلوچستان گون بیت که یک کار دیما بردگند یه موضوع شما چطور گندگاه یک سازماندهی پیش داره بین مردم برال مردم چلوگا چه پاد بیان تظاهرات یه ودا نه یه مردم معلوم سال سازماندهی بیت که مرچی پرچه میگون یه نشانکار خیابانت دقیقاً بطور که تظاهراتی که در بلوچستان بیاگند و هنچوش یه دیگه جهانی ایران کردستان یک اتحادی همدلی بین مردمان پیش دارن و یه اتحاد همدلی سخت مهمه که یه انقلاب دیما بروتون که تا مردم به حق و حقوقاتش برسن پچه که مردم به یه نتیجه رسن تا زمانی که یه نظام سرنگو مبوده هیچ حقی با آن تعلق نگیریده بنابراین تمام کوشش مردم همشین هم بلوچ هم کرد هم گجر کلا کوشش همشین که اوتی خواستان اصلی شکل نظام یا به چه شکلی بوده شان جهلتر بیارن هدف فقط فعلا سرنگونی نظامی بچه که سرنگونی نظام به نفع فقط مردمانه یعنی هم به نفع بلوچی هم به نفع غیر بلوچی برابری اتحاد همدلی سخت مهمه که مردم بلوچ حمایت های مختلفش چه بقیه مردمان یا ملل ساکن ایران ببودن که بتوانند همراهی هوری یه نظام چه بین ببرند یه نظام چه بین بروزه آدگه مسائلان مردمان توانند به حقوقش برسن یا دستیابی پیدا بکنن بستگی به شرایط و وضعیتی که در جامعه قرار گرفته چی چون مردم وقتی حق و حقوق لوتن تو چی لوتن چی بگرن تو چی مگرن بله شیک پیش داری که مردمان به یک درجه آگاهی رسیدگند و یه درجه آگاهی فحکین مسائلان پیش داری شعور سیاسی پیش داریتن شکل مبارزه پیش داریتن و طریقه گرگ حق پیش داریتن و یه فحکین مسائلان مروش ما گندگی جامعه ایران جامعه بلوچستان به یه درجه آگاهی رسیدگند که توانند وقتی مسائل به شکل‌های مختلف دیما ببرند وقتی حق و حقوق بگیرند وقتی ارتباطات گویا دیگر ملتان ایران پیش بدارند مسئله پرچم مبارزاتی هستند و ما گندگی که پرچمانی که هم پیش دارند خب بدون نشانه جمهوری اسلامی یا بدون نشانه شیر خورشید که خب مردم بلوچ کو لطفاً در یک کشوری هوری گویا دیگر ملتان زندگی بکنن طبیعی که باید حق و حقوقش بوده که در انتخاب پرچم وقتی نظر هم باید بدن که آنی نظر آنی فکر در رابطه پرچم مشترک چی ببیتن صرف نظری که هر ملت وقتی پرچمی هستن و وقتی نشانی هستن و یا وقتی نشان انتخاب کردن و آن نشان مشترک هم باید تصمیم نظر مردم بلوچ هم در نظر گرگ ببوده پچه که تبال پرچمانی که داخل ایران بودن هیچ نظرخواهی هیچ جستش مردم بلوچ نبوده که ما یه پرچم به عنوان پرچم کشور ایران انتخاب کنیشان و به هر شکلی هر دولتی آتا هر پرچم دلی کشته هر نشانی هم پایی جته و هیچ کسی هم جست نکده در واقع
بنابراین مشکل پرچم فکر نکنن مثلا مشکلی بودیم به جامعه ما، بچه که شی الان حل شده در تظاهراتی که چه بلوچستان یا کشور اروپایی صورت گرگن کرد وتی پرچم میبرن، بلوچ وتی پرچم میبره، گجر فارس وتی پرچم میبرن، یعنی هر ملتی هم ترک هم وتی پرچمش میبرن و چی قبول شده و هیچ مشکلی هم یه مردمان نیستن که وتی پرچمان بیان تظاهرات بکنن تو وتی نارضایی یا گویی سیستم گویی نظام پیش دارن. اتحاد همدلی سخت مهمه و جامعه را. زنده باته واجه کد خدایی عزیز بانو که واجه همه برای که شما تصاویری که همزمان گم مهمانان عبر که اندگاهتی اندگین تصاویری که اعتراضات زاهدان و بیگاتن یه تصاویر مربوط به زاهدان اعتراضاتن و خواش هم تظاهرات شروع بیت بعد نماز جمعه خواش یعنی مردم خواش خیابانات که و برال طبق اخبارایی که ما را رسته برال ماموران جمهوری اسلامی هم ودا هستند، بله در رابطه با درگیری بین مامور و مردم ما دنیگ گزارش دریافت نکرده که در ادامه برال ما پیگیری آریان تیوی واحد خبرهای موضوع بررسی کنیم که اگر مسئله پیشات ما جلدی برال شما بانوکو واجهانی که برنامه چهارگاه گزارش کنیم. سنگت ملک در رابطه با پرچم و اینکه یه اتحادی که برال ملیت هستیم واجه از خدایی هم توضیح داد. برال شما هم یه موضوعاتن تو که باز کوشش کرده باز دیوانیه که اپوزیسیون بیت مخصوصا اپوزیسیون ملیتانی شما باید حاضر بیت در رابطه با این مسئله هم. بله انی برال اما برای که منم و سوال تو که پیسر مطرح کرد پیسر یه نزدیکی فقط در میان احزاب بیت احزاب کرد و بلوچ احزاب کرد و بلوچ گون عادق ملیتانی احزابم بله انی یه نزدیکی مشم ملتن دوگات که اگر بلوچستان تو که بلوچ کشک بیت ما گنده کردستان شهران تو که کانت شعار دهند حمایت کنند اگر کرد کشک بیت تبریز و نزانو اردبیل و عادق جان کان ترک کان حمایت کنند ملیت هم دیگر ورند. شما در رابطه با این موضوع به ما توضیح بدهید و اینکه برال جنین هم بلوچستان هم بعد از سال آش که منزوی بیته حالا یه منزوی به یک چه دلیل هم حکومت جمهوری اسلامی بیته و دیگه دلایل ما داخلی مشکلات هم بلوچمتی هستن برال انی بعد از سال آ بلوچ جنین هم خیابان گوننگون 2 هفته اخیر بیتگند و مرچگین روچه هم ما برال پیگیری اگه مرچی هم خیابانات که ما گزارش کنیم. شما در رابطه با این دو موضوع ما خبر بکنید. در رابطه با پرچم تا که گپی جت پرچم زنم مروچکی چیز من نزانم این پرچم مسئله مردم چون بگوشیدیم بله ایشون که ما اگه تیم فوتبالی بیچاره اروپا توکا ایش پرچمی هستیم و هر استان و هر شهر یا که یک پرچمی هستیم یعنی چه ایتالیا بگیر چه آلمان بگیر که هر ایالاتی و تا یه پرچمی هستیم. پرچم نشانه چیه نه که تو یک دیگر جدا ببه اینی ایشون که بلوچه یا کرده وتی یک نمادی یک چی نشانی و این پرچمی که هسته انی ماش ما گنده که این پرچمی که انی آرتگه این پرچم مثلا بلوچستان نه بله ایشون که ما هم ایجوانه باشته که پرچم بلوچستان پرچم سر تا سر ایران ببیته و بله مروچی اینی یک واشنگ اپشن که خوشبختانه که مردم یه نتیجه رستگن که این پرچمانی که هستن کلن یعنی اما که گشته که من این گپ گو مرکزگرای نمیگن که مرکزگرا هم مروچی به نتیجه رسه این پرچمی که بلوچستان هسته نشانه مثلا چیه نه اینا که یعنی شکل سر تا سر پاکی ایران پرچمی و نشانه یا که شکل جدا بیاگین برای این پرچم شانی وتی یک نمادی و ایشانی وتی هویت واسه گونه و هنچو که اگر تو یک تیم کهتی وتی پیشداری که این پرچم هسته اون دیگه مروچی هم ما گندگان که بلوچستان تو که هم پرچم ایران گونه و یه تعصباتی هم نیستند که و مردم دیگه کم کم هم فهمه این مسئله بیته که سک اشی پیسر جمهوری اسلام مزن کتا بلعنی منیله اشی اینچکین گپی نه اشی مردم شهر سر پدن و دومی گپ شه که من تو روی آنی مگه که جنینه من تو گپ جد جنین زنه یک مردم هر جامعه بیچاری نیمیچه جامعه جنینی
و جنین انچو مردین دو فرق نکن، جنینه، مردینی دیگه. ایشیه و مردم بیایتین که مروچگی هنی ما قرن 21 بیاین که جنین من ناموس اینو جنین، نه این جنین ناموس، این جنین مثل یک انسانی، یک انچی که بشری که تو تزانه آیی هم زندگی کنه، آیی هم یه حق هستی. آیی اگه مروچی جنین کهتی شرک جنین کهتی خیابان جنین وطی آزاد وطی برنامه و مطالبات و خاصه هستن تی آوات بیا تعریف بکن، نه که منی مردین بیام پای تعریف بکنم. نه ای پدا اگه من بیام پای واسه پای بند درسته، مثلا مردین که آنجا عادت بکن بله میشن که جنین گپ نه ایشه گر پدا هم ادا اک ورق بی این توشین که جنین اکا تو کای تعریف کنی، ای پشتوانیه نه، ای عزمی نه، ایشی که آی حکومت گوما کنه که مایی پدا گو جنیانا بکنه و اصلا بیت نکرد دیگه بیت نگنه. نه انیشی که جنین جامعه بلوچ پیسر ای چیزا سرپد بیتا پیسر، یعنی ما یگن چو بوکشینی من پیسر دو سه مسائل به شکل سوان بلوچستان این چیزا بیتا گن. بلوچ جنین دنا درات که بلوچ جنین گو بلوچ مردین امرا بیتا و تک شاورزی ها بگیر تا دامداری بگیر تا این مسائلان که بیتا گن تا این دگار اومد چوشان و تا حتی که بلوچ جنین گو مردینا گو بستگی گو جنگان گو چه تاریخ بلوچستان تو که هسته که جنین گو مردینا گور بیتا هم کتار بیتا و مروچی هم پدا که بلوچستان زنه یه بری بری یه چیزانی کاینت یه نیزوریانی کاینت بری یه اتزانه همه جلبورزی هستن که مثلا نزانون یه تشه مذهب گوشه یا مثلا یه ایدولوژی گوشه یه و اصلا باعث بده جمهوری اسلامی که جنین ها کرا بداریده بله جنین کرا داره بله مروچی جنین پدا بلوچستان همتا سرپر بیده که منی کرا داره منی نزور کنگه منی راجع نزور کنگه و بلوچستان نزور کنگه و بلوچ مردینان یعنی بلوچی که ما شما را یعنی بین ما مثلا چطور تو یه طایفه یعنی بلوچ یعنی تو نیم بکنه یعنی بلوچ جنین دیر بکنه و جنین مروچی آد که هنچو که گو مردین کما چیزی که ما لوٹگایم ورن و یاکه لوٹو کیم و هنچی که آزادی که مثلا مردین مروچی چه آیه لوٹگایم چه حکومت مرکزی ها یا که رژیم بلوچ سرنگون میکنن آبادی جنین هم دیگ بیتی. زندگ باته واجه ذهن دینی عزیز دقیقاً انچوشن بیارال لحشن که ما استبداد و سر دیر بکنیم بله وقت مستبد ببین پدا جریان آن سر و به قول شما اصلا بیت نکنند و نشدنی کاری و بلوچ جریان هم مرچگین جریان حداقل بلوچستانه چو ضعیف هم نیند که وقتی استقلال بدیند که ما مردین مثلا این واسه تعیین بکنیم و وقت خیابان کنند و وقتی اکوکو کنند چون که شما اشاره کد لوتند واجه کد خدایی شما مواسطه در رابطه با سرکوبانی که بیت تنبیرالی چند هفته تو که حکومت پیش داشت که آی برخورد گو ما بیرال فرق کند گو مرکز نشینا اگر مرکز نشینا مثلا ما نگوشیم ودا ظلم نکند ودا هم جنایت کند چون که ما شما بیرال دید زیکن روچا تهران یک جوانی به خاطر همه اعتراضات اعدام کد بله میشم یک بار آی برخورد فرق کند اگر مثلا ودا ساچمه تیر جنگی ما را گو جنگی تیران هفته های اول جتی گیش 100 نفر کشته و طبق آمارایی که ثبت بیتیم نزدیک 150 نفر کشک بیت اشان تو که بازم باری چوکلوک بیتیم گوندی چوکم ودا جنگ بیتیم شما در رابطه با یه رفتار حکومت چی واسطه حکومت رفتار بلوچستان تو که کردستان تو که یا گو ملیت هم فرق کند گو ملیت هم خشنتر برخورد کند بشه یه نظام یه سیستم جمهوری اسلامی ایران دشمنی خاص گو بلوچ هستیم بخصوص بلوچ گشتر چه دیگه ملت ها هسته فهمی خاطر بلوچان هم گشتر جنان تو کشند ما شما اگه بگندین که یه نیروی سرکوبگیره که تا بلوچستان هستن چون په غیر بلوچ هست آن نیروی سرکوبگیره که تا اصفهان و تهران هستن چه همه جامعه هست یعنی تا جای دیگه نه هستن که ممکنه زمانی که لوتن که شلیک بکنند به جنان یکیه ممکن یک لحظه فکر بکنند که یه منی همسایه یه منی مردم و یه منی وارث یه منی قوم بله بلوچستان توکا زمانی که نیروی سرکوبگر شلیکنده زاند که مردم منی مردم نه منی همسایه نه و منی وارث قوم نه و با توجه به دید نظری که سیستم هم ارکوتا نصف مردم بلوچ کلن دیدگاه چوش گندن که مردم بلوچ دقیقا اشتباهی سرزمین یافتگن تو نشتگن تو به همین خاطر
یه مردم باید در کنک بودن تو بلوچستان باید تقسیم کنک بودن به کنک بودن به شکل به نمونه هم جمعیتی بدل کنک بودن و تمام میگن یه پروژه‌ای که یه نظام هست در رابطه با مردم بلوچ همچون یه نظام بوده همچون آب پیشگی نظام شاه هم یه کار بکنه. پس مخالفتی که دولت‌های مرکزی که نسبت بلوچ کرد هسته باز شدتی گشتره تا نسبت به مردمی که در مرکز ایران زندگی کردند و با گنده این که هم دقیقا کاری که مثلا جمهوری اسلامی در اوایل این انقلاب شروع کرد یکی سرکوب بلوچستان به شدت و دیگری کردستان است و لوچیدی که کلا چون یه دفعه فکر کنم که زمان که بلوچستان سرکوب بکنه کردستان سرکوب بکنه و مسئله تجزیه ایران مطرح بکنه مرکز ایران معمولا حساس نسبت به مثلا و تظاهرات شرکت نکنند و یا اینکه مردم بلوچ شروع کنند پجنگ آگجرانی که بودن که زهادان هستند ولی نه بلوچان یک کار کنه نه کردان یک کار کنه دقیقاً آگاهی جامعه پیش داری و اهداف رژیم که در بلوچستان یا در کردستان هستند مردم نسبت به مسائل آگاهند و خوشبختانه مردم تحملش کرد و صبرش داشت تا زمانی که آدگاه مناطق ایران بتوانند همگام همراه گو مردم بلوچ حرکت بکنن یا اینکه مردم بلوچ همگام گو آدگاه حرکت بکنن و چیز سخت مهمه که ما همراه و همگام گویا دیگه ملت هم باید حرکت بکنه تا اینکه کمتر جنگ و کشک بین پچه که اگه ما وقتی گام و تیزتر بگیریم مسلما ما گشتر جنگ بین و ممکنه گشتر هم مورد اتهام تجزیه طلبی قرار بگیرن. به همین خاطر یک چیزی که مردم جلوی این اتهاماتی که رژیم جنگین گرگ ببیند که باید همراه همگام گویا دیگر ملت ها حرکت بکنه نه که عقبتر به نه که پیشتر ببین. من حالا سخت مهمه که یه تعادل ما باید حفظ بکنه در جامعه وطن و مسئله سرکوب در جامعه بلوچستان خود چه دیرم در بوده هستی و شدتی هم گشتره به خاطر آن نیروی سرکوبگری که تو جامعه هسته. دقیقاً زنده باته واجه کد خدایی برای چون که شما گوشت دوره روحانیا وقتی وزیر کشور بلوچستان آد که آیا هم دقیقاً همی عبر کد که ما 2 برابر نیازهای استان بودجه نظامی امنیتی در هزینه کنگاهی و ای پیش داری که نیروی سرکوب قوی بوده استی واجه ذهن دینی سنگت کد خدایی چون که گوشت در رابطه با اینه که مردم هم یه اتهاماتی که جمهوری اسلامی به هر حال وارد کنه در رابطه با تجزیه و غیره مردم ها یه اتهام درست مثلا یک به شکل درستی پاسخ داده که مردم ها مثلا آد که یک برخورد مناسبی و تی تظاهرات تو که کتک گون آدگه راج و ملت هم مخصوصا مرکز نشینانی که بوده زندگی کنگان یا وقتی شعاران تو که ثابت کده که آقا تجزیه دنبال نهین ما مثلا دنبال برابری ما برابری حقوق دوچه و یک حکومت غیر متمرکزی شما باز وعده به هر ملکاش دن زندگی کنگاه شما باز وعده اما شاید نوجوانی بود فعالیت شروع کردن بله آرچه ما که شما در رابطه با فدرالیسم مثلا بحث مطرح کردن شاید کمتر کسی یا مثلا آرچه ما مرکز نشینان تو که یه چیز سر باور بیته که یا مثلا اصلا آرچه ما قبول نبیته یه چیز احزاب سیاسی مرکزی نشینانی که قبول نبیته یه چیز بله انی آیان درستان مثلا مجبورند بیان یعنی میگه وقتی بالای 70% جمعیت ایران ملیت تشکیل ده ملیت هایی که اگر 20 سال پیش 30 سال پیش در رابطه با فدرالیسم بره کتک آین ابر اینچو گوش دارک نبیتک که ملت یه پویایی سیاسی نرسته بیتک بله مرچی ملت ای ابر کنگیم یعنی احزاب سیاسی مرکز نشین اگر احزاب سیاسی ملت ها ابر گوش ندارند بله خود ملت ابر مجبورن گوش بدارند. شما در رابطه با فدرالیسمی که مردم تحمیل کنگان به احزاب ایشی باریا چی باشه؟ چرا که اول و گپشه که انسان همیشه انسان هر چیزی که هر بشری بی اما دوا هر تا فکر کنه انسان یه چیزی که اجتماعی انسان مردم یه چیزا چیه کد نکنه چه که مردم به مرور زمان فکر کنتین چهاری تین دنیا سیل کن گندی تین و
گندیته که مثلا چی چیزانی بیگاه اتفاقا مردم همیشه چه دنیا گندی و تی همسایه گندیته مروچی مرکزگرا هم به یه نتیجه رسته که 30 سال تو که اگر ماشانی گپ گوش نکته اگر چی تو باش که 30 سال پیش رایشانی گپ ها اگر چیه نبیتا یعنی گوش داره اگر نبیتا فدرالیزم دیگه داوی مارکی جتگه یا فدرالی یعنی گو تجدیه گوشتی برابری ولی مروچی آد که نه چه زنه هیچ کسی گپ میشه که ایران 70% جمعیت تمام ملتانی که اصلا غیر فارسن اگر هم فارس بیایتیم مروچی گپ ها بجنتین بیت نکنتین که ام ملکا بداریتین اگر ای رژیم میشه که یک رژیمی که دیکتاتوری گو زور وشتاتا بلی مردمی چه کتگن و که ایشی هم پدا اگر ای حکومت همی دام بداری اگر مرکزگرا بیشی راضی هم ولی او دا مرکزگرا هم اک ورک بگیم مرکزگرا هم جنک بگیم مرکزگرا هم اکی دیگنه یک دیکتاتوری نه و اگر بلوچن به شکل دموکراتیک زندگی بکنه این دنیای تو که این چیزا مروچی حل میتگن ما اگر بیایم مروچی بیچاره سوئیس بیچاره یا آنکه بیچاره مثلا هند بیچاره یا کانادا بیچاره همین سیستم فدرالی و همین اسپانیا دیما رو بگینا و هیچ ایرادی هم نیسته و اگر ایرانی بیایید که مرکزگرا بگوشید که مثلا فرض کن آیا این جامعه مدرن میتگن ما مدرنی گوره بیشی که شما عقب ماندگی پیش دارید و ملتان پیش دارید چی که ملتان هیچ بعد این صاحب قدرت نمیتگن این قدرت آن دست نه همیشه مرکز دست افته و این همیشه یعنی این کرگوار که ما پیرامونی بشن این آشیا دور دارید که را دور دارید تا این پارسان گفتن گوره که مروچی بعد مردم ما انسانه و که ما به این نتیجه رسیدیم که اگر ما بلوچیم که این سهمی ببیتیم سهم آیین سیاسی ببیتیم گراشیم که باید یک سیستم فدرالی ببیتیم و مردم هم به چیه اینی که توان سیاسی رسیدن که بلوچستان یا کردستان مردم که وقتی ملکا بدارن وقتی حاکمیت بدارن و مرکز هم مروچی من یالات یه اندازه به یه نتیجه رسه که یه توان مثلا هست این ایران کلن که یه سیستم فدرالی ببیتیم و گشتری که ایشی که اینه اما توشه که دو که دور دایده سنگنازی بتا یه چیه بتا شی گشته این باتی جمهوری اسلام رژیم یک کار تا رژیم همیشه مردم سعی کتگنتی که این فدرالیسم برابر گوی جدایی ایرانه یا استقلال که مثلا چی ملتانه این ملتان این تجدید طلب اما جمهوری اسلامی وقتی من رو بیتگن که یه شکل این نفوذ کتب تا مرکز دوکا بله من چی مردم به این نتیجه رستگن که ملتان که نه ما شما نتونه تنهایی وقتی ملکداری بکنین اگر ملکا بدارین باید همین دفعه هر وقتی ملتی وقتی حاکمیت ببیتین و بعد مروچگین که یه نسلی که هستین یه جنریشنی که هستین یه چهایی سرپترین یعنی ماشا گوشین یا نگوشین ایشانی که مرکزگرانی که اصلا قدیمی معنی نمانندی یه انگی چی که انگی جوان این جامعه تشکیل دهگه این جوان ها بیه نتیجه تقریبا تا دنیای تو که که جوان ها گشتر این مسئله های دموکراتیک شرطر پاهمه یعنی شان تو که کشش توانای شرطر هستن چی که مردم هر قوتی سن سال همه دا فکر کنن مرو چی که جوان یعنی این ایرانی مدرنی آبادی و آزادی فکر کنند که این ایران آنی فکر نه که مثلا ملتان پرچمی هستن ملتان از آنو فدرالیسم این درفان واسطه این مسئله علوی تگن زنده بات واجه ذهن دینی دقیقاً انچوشن چه که ایران مرچگین جوان دنیای باره هم زانند که دنیا برای حکومت هستن که غیر متمرکزین حکومت هم هر ایالتی یا هر سرزمین یا ما کشورم تو که با دولت هستن دولت‌های ملی وطنی هستند واجه کد خدای شما هم در رابطه با همین موضوع برای انچو که سنگت ملک هم پوشی توضیح داد مثل که یک زمانه مرکز نشینان احزاب سیاسی مرکز نشینان چه اپوزیسیون تو که چه خود جمهوری اسلامی
اگر بلوچستان تو که یه آوازی چس بیته گوشتگی یه آواز بلوچانی نه بلوچ میگند یه از بیا چو یه برکنگین اگر آواز یه ابر بیته گوشتگی یه ابر عربانی نه عرب میگند یا کرد میگند یا حزاب کردن فقط چوش گوشند بله مرچی تک تک شهرات روستان تو کام یه ابران بیگاند نی نتوانه بگوشم اپوزیسیون یه نتیجه 100% رستگ که حکومت بعدی ایران نتوانه یا حکومت مرکزگرایی بکنه که پهکان به زور وده بدارن. شما در رابطه با همین موضوعی که سنگت ملک هم توضیح داد شما نظر چیه؟ بله اگر هنچوش که واجه ملکا گوشت که نوکی نسل که ایران چیست بوده در واقع هیچ گونه تعلقی به جمهوری اسلامی یا به احزابی که مخالف فدرالیسم هستند و فدرالیسم مثل جن و بسم الله زانند و هنچون که جن چه بسم الله ترسی شان چه فدرالیسم ترسی یه نسل هیچ گونه تعلقی به یه سازمانان گروهان یا سیستم نظام نیسته. نسل آگاهی نسلی که مثلا شهریزان سرپده حق حقوق آزان و شعار جنین و زند آجویی یا سرپد بوده تا زمانی که ما یک نظام سیستمی درستی در ایران مبوده امکان زندگی امکان آزادی به هیچ کس نیسته و شین زمانی میسر بوده که ما که یک نظام سیستم غیر متمرکز و فدرالیسم بوده که هر یک ملتان و تی سرزمین و تی ملک بداران تو اداره کنترل بکنن و تی حاکمیت بوده در یک کشوری هوری زندگی بکنن و به شکل کاملا مشخصه که یه نسل تعلقی به تفکری که آکادمی مردمان بوده نیستن و نسل دیما چهارگن و دیما گندگن که و لوچن زندگی بکنن در کنار هم و زندگی کنن نیازی هستن که باید یک شرایطی یک زمینه بودن که یک نظمی بودن یک سیستمی بودن که بتوانه مردمان زندگی بکنن و در ایران که معاذانه که یک سرزمینی که بودن ملت‌های مختلف زندگی کنن هر یکیش ملت‌ها و تی سرزمین هستن و تی تاریخ هستن و تی زبان هستن و تی دو رویدگ هستن و شما پاکین چیزا فرق کنن و اگر لوچن که شما زندگی بکنن شما پاکین باید احترام بیلن و باید مساوی برابر باید بیان پچه که تا زمانی که در یک جامعه که مساوی مبیان مردم برابر مبیان و حقوقش برابر مبوده زندگی ودان در واقع نبوده تو نتونه زندگی بکنه زمانی که حق حقوق برابر مبوده زندگی معنی همشه که حق حقوق باید برابر بوده و دقیقا یه شعار جنین زند آجویی زن زندگی آزادی باشین همین مسئله زندگی مطرح کردن که مردم بتوانند در یک چارچوب زندگی بکنند و به شکل آزادانه باشین زمان شرایط فراهم بودن که حق حقوقش برابر بوده همچون که حق حقوق جنین گمردین باید برابر بوده حق حقوق بلوچ و کرد و ترک و عرب و فارس و ترکمان و لور بقیه ملت هم برابر بوده پس که حق چیزی که تو نتوانه چایی سر بگذه و شین که طبیعتا باید حق طبیعی انسان ها باید رعایت کنک بودن دک بودن تا زندگی آرامش در یک جامعه به وجود بیاد و این نوکی نسل که ما شما گندگین ساک دیماین هنچوش که ارتباط ما را هستن گوی نوکی نسل گوی نوکی جوانان شانی فکر و شانی ذهنیت کلن فرق کندن گوی آکادمی مردمان گوی سیستم گوی نظام و شان دقیقا راحت توانند و همدیگر در کنار هم زندگی بکنند در یک نظام و سیستم غیر متمرکز فدرال و هر کس گویی هم پرچما هیچ مشکلی مردم نگندیدین یه تفکری که ایران چیست بوده و شیساک مهمه که مردم بلوچ وقتی همراهی و همدلی و همراه بکنند و یه نظام یه سیستم هر چیز زودتر چه بین بروتن تا فاکین راجان فوتی حقوق برسد زندگ بات واجه کد خدایی ما برنامه و تمام بیتا ما تشکر کنیم چه هر دوی مهمان ملک زین دینی چه آلمان و واجه محمد کد خدایی چه دانمارک که گوما همراته و هم فقط یه چیزا هم بگوشیم که
پیشن شهرها، پیشن در شهرستان راست که شهر مرزی و هم انی بعد نماز جمعه مردم خیابان آد کردند و بر علیه جمهوری اسلامی شعار دهگاند. البته مرچی فراخان حسابا بلوچستان آدگه شهر هم برنامه است که درست خیابان بیانند و تظاهرات بکنند. در این ما را اخبار چه آدگه شهر نرسته، بله منیه حالا که تظاهرات شروع وند چه که اینترنت قطع ما کوشش کنگان که چابهار ایران شهر سراوان و هم ارتباط بگیریم بچاریم که و تظاهرات چه مرحله تو که هستند، آیا شروع بیت یا نه. بله شکل واحد خبر آریان تیوی یه موضوع پیگیری کنگی و ما در بخشای بعدی خبری هم یه موضوع پوشش دهیم. منتوار چه شما که گم هم را بیته روچ باش. زنده باد.